سفیان ثوری رحمت الله علیه گفتند که من بخل بالعلم ابتلی باحدى ثلاث. کسی با علم بخیلی کند، یعنی علم رو به مردم نرساند یا به مردم کتاب پرسیده بیان و کتاب ندهد، به سه بلا گرفتار میشد. یعنی یا به همین هر سه بلاها یا یکی از همین سه بلاها گرفتار میشد. اولینش این که انینساه، علم را فراموش میکند. علمی که گرفت دیگه فراموش میکند. او یموت فلا ینتفع به، یا اینکه وفات میکند از علمی که آموخت فایده نمیگیرد، نه خودش فایده میگیرد نه به مردم فایده داده میتواند. او تذهب کتبه، یا کتابهاش از دست میرود. گفتند سیر و اعلام النبلاء، امام ذهبی در کتاب سیر ذکر کردند. واقعا سخنهای پرمحتوا هست، ما اینا به چشم دیدگی هستیم. یعنی کسی علم رو به مردم نمیرساند، انیق است که فراموش میکند، این چیزی انیق است. یا اینکه وفات میکند به دو معنا، یعنی حقیقتا وفات میکند در ایام جوانیش، علم رو نارسانیده به مردم، یا اینکه وفات میکند به معنایی که او زنده هست و در بین مردگان است، نسأل الله سلامت و عافیت. گویا که این خیلی آدم نیست، یک وقت علم داشت، یک وقت طالب علم بود، ولی امروز نیست، یعنی گویا مرد است. او تذهب کتبه، یا اینکه کتابهاش از بین می رود. در زمانهای قدیم اگر کتاب کس را گیرن واقعا برایش مصیبت بود. کتابهای ابن حزم ظاهری را سوزانیدند. بنابراین گفتند که فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدره. اگر گفتند کتابها را سوزانده باشند، منبعی که از آنجا برآمد و به کتابها در آمد اونا رو نمیتونن سوزان، یعنی به قلبشون اشاره میکردن. یعنی این علم در صدر من است، اگر کتابهای مرا سوزانند یعنی قلب مرا نمیتوانند سوزانیده میگفتند.